ممکن می دکتر جان؟ السلام علیکم. دکتر جان هستید؟ مونده های کار شما. یک نزدیک شما با یک مراجعت آمدم. نمیدونم چی خیلی سر کنم. نمیدونم که از چی سر کنم. نه رحمت به نزد شما آمدم. ناز کردید خب خودتان یکان شکایت دارید شما. نه شکایت دارم و شکایت از نام خودم نی، از نام داده بچه هم، یعنی بله شوهرم. شما تیز فهم بودید. میدونید همیشه شوهرم مادامی که از کار می آیند منم مثل دیگر زنها بر این بهره پیشواز میگیرم میشنونم در جانکش میگم من این چای گرم و داغ نوشته استید حاضر خوراک تیار میشد. گفته داداش چای می نوشن. چای نوشیده ایستاده یک باره دوامش با پیاله غرس گریزده خایده میخورن. یک بار دیگه میپیتید چی؟ شوهرم چای می نوشن پیاله با دوامی همون چای با پیاله غرس گزده میخورن. امین پیاله خوریشان به یگان دوا هست می گفتن از شما آمدم دکتر جان. یعنی که پیاله رو یعنی که میخورند. به خانه به پیاله نماند اکا جان. چند وقت باز همی خیل؟ همین یک ماه باز همی خیل واقعا. خب یعنی که 31 پیاله میخورن. برای چی 31؟ یک ماه باز دوام دادیست است. نه اکا جان کم آخر شوهرم کارشون نزدیک عبید بیم میبیان و نهاری هست عبید هست بیگهی هست. یعنی که نصفی روزی های هم میبیان. بله 93 تا. بله دکتر جان. شوهرتان میدونید صحت؟ نه رحمت دکتر جان. سلامتی شما گپ ندارم. رحمت دکتر جان. لیکن کمتر شوهر شما گرنگ میجاز هم. گرنگ میجاز؟ بله نفهمیدم چه گرنگ میجاز؟ گرنگ نباشد پیاله میخورد می. از همه شیرین چاینیک من هر روز میخورم چاینیک.